رکب خوردیم، یعنی رفتیم فضا به هوای اینکه یه چیز جالب پیدا کنیم، اما خب اونجا درگیر یه سری بازی عجیب و غریب شدیم ولی زنده موندیم. خواستیم تلاش کنیم که راهمون رو به سمت زمین پیدا کنیم، گیر کردیم. ماها گذشت ولی الان به اون جایی رسیدیم که منتظرش بودیم، به ویجیلند. اونجا خونه منه، رسیدیم. وای پسر باورم نمیشه. چقدر دهنم سرویس شد. چی بود آخه؟ وای پسر باورم نمیشه رسیدیم. وای پسر چند وقته تو راهی؟ خیلی شد. نمیدونم واقعا. لعنت به اون کسی که ما رو برد توی فضا. لعنت به اون کسی که ما رو برد توی فضا. تو اصلا ما ریختیم دوباره از نو جمع کردیم خودمون رو و کلی طول کشید تا مسیر اینجا رو پیدا کنیم، خونمون رو، و الان که داریم میریم سمتش خیلی حس خوبیه. چرا ویلجر رو رهان؟ برم سر بزنم خونمون. وای دلم تنگ شده برای حیات بزرگش. من دارم حیات خونت رو میبینم و تغییر داشته. چرا ویلجرها چرا اینجا رهان؟ چرا این همه ویلجر چرا اینجاست؟ پدرامو چرا جای گاو ویلجر دارم و چرا جای گاو ویلجر داری؟ پدرام محسن و سینا نکنه تونستن زودتر از ما برگردن و خب اگه زودتر برگشتن چیکار کردن؟ یعنی نمردن؟ نمیدونم. ما نبودیم کسی اومده. اینجا چه خبره؟ محسن اینو بگی. صدا داره میاد. پول تو جیبش گذاشته. برو حیوان. چرا یه ویلجر داره میره تو؟ صدا داره میاد. این صدا چیه؟ را برو مگه نگفتم تو رانندمی؟ برو. فرامرز فکر کنم حامله است. فرامرز حامله نیست. صدا کیه؟ برو اونور صدا میاد. برو اونور. چی شده؟ چیه؟ صدا میاد. این بنرها چیه؟ اینو نگاه کن. شما زنده اید؟ ولی شطور از کجا آوردی؟ به توی رسیده. یعنی چی به توی رسیده؟ یعنی چی؟ فرامرز کیه؟ این چه اینطوری میکنه؟ رفت بالا. بیا پایین سلام درد. فرامرز کیه؟ فرامرز که تا الان شطور داریم. شما شطور از کجا گیر آوردی؟ سلام. سنگین راه میره فرامرز. نه فرامرز حامله نیست. کیومرز خواهرش حامله است. جدی میگی؟ مبارکه به سلامتی. کیومرز کیه؟ یه لحظه وایسین. شما کجا بودین این همه مدت؟ این همه مدت پدرمون در اومد. شما کجا؟ چی پدرتون در اومد؟ آقا ما رفتیم فضا. آقا فرامرز بیا اینور. برگشتیم. پاراشوت زدیم برگشتیم. خب اوکی یعنی چی؟ پس ما چرا گیر کردیم؟ زمان خدا؟ نمیدونم والا شما میدونم کجا بودین. هیچ اصلا نگشتید دنبال ما؟ اصلا دنبال این نبودید که ببینید؟ چرا؟ کی گفت؟ دو سه تا پروژه ناموفق داشتیم. پروژه ناموفق چی؟ دو سه بار خودم تو اینستاگرام پست فرستادم برای محسن آموزش ساخت موشک. سین کرد جواب نداد. که چیکار کنید باش؟ مگه شما چند وقت دنبال شما؟ ما یه سالی هست اینجاییم داریم زندگانی میکنیم. حتی در زمانم به عقب رفتیم ولی زندگانی کردیم. حسابی زندگانی کردیم. کاملا مشخصه که داشتید زندگی. بیا بریم کاملا. امین بیا بریم. خبری نیست آقا، خبری نیست. ببندم به اینجا. همون ویجیلند همیشگیه دیگه. چرا یه سری تغییرات داشته؟ وایس ببینم. من تو خونه پدرام ما یه چیز عجیبی دیدیم. ببین خونه من نگاه کن. نه هیچی نبوده اونجا. بیاین شما یه لحظه بیرون وایسین. یه سری بود می اومد. واسه ببر اومد. آقا بیا پدرام اینور. فارم نیست. فار نیست. چیزه. نو نکن. چرا داری آتیش میزنی؟ داری چیکار میکنی؟ اینا چیزه گلای هرزیه که در اومده داریم میزنیم. استخرمو خراب کردی. چرا رو استخر این کارو کردی؟ داره چی میشه؟ پدرام بچه این چیه؟ بیا عقب شیرین بیا عقب. پدرام بیا گوش بزن. حاجی این کردم. اینا چرا چطوری شده؟ حالشون بده. امین منم دارم گلی میرم. امین نه تو بیا اینور. بخوری شدم فکرم چی؟ وایسا ببینم. فرامرز اون روز اینا چی هم؟ داشت برام تعریف میکرد. فرامرز یا کیومرز؟ نه فرامرز. آها فرامرز. خرگوش 4 تا شتر. فرامرز
داشت تعریف میکرد میگفت خواب دیدم همه چی ارزون شد. بچه من ترجیح میدم اینجا نمونم. من ترجیح میدم اینجا نمونم. نفازالین پیشت نیست؟ میشه بریم اونای خیلی زایه است. همین من کنم بقیه شهر داستان با اینجا چی اینا چی دیگه؟ آخ اون چشم نیست محسن، اون چشم نیست. آخ آی کجا آی من رفتم بیرون بابا نگاه کن خب. آها فکر کردم قطره چکونه. ببخشید نه بچه اینجا چه خبر بود؟ چرا عوض شدی؟ من یه لحظه یه سری به خونم بزنم. نه حالا خبری نیست بخوای. همین یکی در پنجره خونته. همین یکی در پنجره خونته. موزه پاشم. بچه اینا چیان؟ چرا ویلجر رو توی قایقن؟ اینا کیان؟ همین یکی در پنجره خونته. برو بخشی از خونمه چی؟ بیزینس کوچولویی که ما راه انداختیم. چه بیزینسی راه انداختیم؟ اینجا چیکار میکنید؟ آخ گفتیم محسن. خیلی حال میده. شما کی؟ اینا کجا محسن یه بار بشاش. برافش اسماعیل کیه؟ پارو بزن بریم. چه حالی پارو بزن تو دریا بریم. محسن ماهانه شو داده؟ نداده بنداز. ماهانه چیو داده؟ بیا اینجا ببینم. اینا کیان؟ آقا یکی الان درست به من بگه این جریان چیه؟ اینا کیه؟ سینا تو حرف بزن. محسن تو خفه شو. ببین قربونت ریشات برام. چه غلطی کردی؟ بابا دارم گوه میخورم. برو بزن. آره این دوستا که اینجا یه مقدار جمعیت زیاد شد بعد اینکه ما برگشتیم اینجا. بعد دیگه ایاب زهاب برای بچه‌ها مشکل بود دیگه. اینجا خانواده رد میشد دیدیم زشته بخوام پیاده برن میاد. خاطر این با محسن یه آژانس رو انداختیم دیگه. اینا میان قایقینا کرایه میگیرن ازمون یا ماهیانه یا میخرن. خونه امین چیکار میکنن؟ اینا شهروندان جدید BGCC هستن. فقط دوست داریم خوشحال. چی شهروند جدید یعنی چی؟ الان شما خونه های ما رو اجاره دادید اینجا؟ آره ببین اجاره که نه یه پولت خوردی ازشون میگیریم. بنده خدا خونه نداشتن. من دارم میرم به جای دیگه سر بزنم. اجازه کی؟ من دارم میرم به جای دیگه سر بزنم. اجازه کی؟ وایسا همین. یعنی چی؟ خبری نیست. بیا بریم بشینیم. به نظر میاد اینا بیزنس رو انداختن. این بنره چیه؟ منم چیز بدی نیست. یعنی چی لزوما چیز بدی؟ اون لوگو شهرمونه. ببین خب باهات تو حالت شهرتون. آره دیگه ببین آقا این اخیراً یه بازی کردم من. این مدتی که شما نبودین من اخیراً یه بازی کردم. این آقای توش میگفتش It's not a lake It's an ocean. ما تصمیم گرفتیم بگیم It's not a land It's a city. دقیقاً It's the city. It's a city. Luigi vieni. ببین نیما فکر کنم من دارم فازو میگیرم. ما دیگه گفتیم کافش کنیم اینجا. آره خونه رو خراب کردید کافه ساختید؟ چه نیروهای خوبی نه تغییر کاربری دادیم. خراب نکردیم اصلا. این حرف زشته. همین کیک مقالی. کلیسا رو چیکار کردید اون وقت؟ کلیسا تغییر کاربری چی بوده؟ خبری نیست. کیومرس اینجا کار میکنه. نه ببینید نیا کنید کیومرس اینجا مشغول گرفتن عرق خودشه. عرق خارشتور تا نه ماسه صحبت کن. امین من فهمیدم چی. این عطاریه. اوکی. آره عطاری کاملا شیش عطاریه. عطاری نیست. موسه این آخریه چه متایه موسه. اینا هم عرقن دیگه. حالا میتونه عرق هر چیزی باشه. بزن اصلا همه خوب میشه. دل درد. این عالیه. حاجی من دیشب رفتم. من نمیخوام. درد و مرضام یادم رفت. من که دیگه مریض نمیشم. چند تا خوباشه واسه منم تا 2 صبح خوابیدم. اینجا چرا اینقدر کثیفه؟ مشکل تو بگو پدرام. هر مشکل با توجه به مشکل ما تجویز میکنیم. الکی نیست هردن یکم سخته. چه بلایی سر شهر رو واقعا. پدرام یه لحظه بیا. پدرام یه لحظه. آجی صداشو در نیار. با ما بیا جلو. اوکی ببین ما باید یه کار کنیم قانونی بشه. مشکلات قانونی داریم. دقیقاً آفرین. چی شده؟ آره خیلی خفن شده. چی شدن؟
من به حال حیوان فرار میکنه وقتی مدت زیادی نباشی. زندگی مدرن یه تا وقتی میشه گوشت یخ زده خرید 2 برابر قیمت فروخت داد دست مردم که از اونور بیماری هم میگیرن میان محتاج میشن که بیان دکتر که دیگه نیاز نیست دیگه. حالا مثلا 4 تا گوسفند نگه داری. اینا مریضی دارن. ابولا گرفت. مریضی داشته. این چیه؟ این چه خراب شده؟ اسهال گرفته بودم دوشم. همین این چیه؟ سولد؟ یعنی چی بوده که خونه گیمیار رو فروختید؟ الان چرا زمین گیمیار برای چی گود برداری شده؟ داده سول فروختن. چند وقت پیش یه خانم مهربونی اومد گفت خانم دکتره میخواد اینجا بیاد از توریست های جدیدمون اومد گفت میخواد حالا یه جایی داشته باشه ما هم دیگه اینو سریع پیشنهاد دادیم بهش. گیمیار نمیومد سر نمیزد. حالا دیگه خانم دکتر داده دکتر داره. تو تا الان تو 1 سال ور دل منی از فضا که برگشتیم. تو چی میگی این وسط سریع؟ ببین یه سری تغییرات خوبی اتفاق افتاده. چشم باز نگاه کن. حالا اینو کی باید بسازه؟ بنا آورده دیگه. خانم دکتر بنا آورده. تیم بنایی اون هست. اتفاقا منتظر بودیم اگه اومدید لیدر تیم بنایی رو بدیم در اختیارت. من الان بعد 1 سال برگشتم واسهتون حمالی هم بکنم. نه حمالی بدیه قضیه رو انجام میدید. لیدر این بنایی دایرکتور میخوان وایسا ببینم. مهندس ارشد ویجیسیتی در نظر گرفته. چه بزرگه. چه فازه بزرگی. ببین از یه جایی به بعد که دیگه دیدیم این بزرگمون داره زیاد میشه. زیادم که چه عرض کنم دیگه تو خونمون جا نمیشه. گفتیم یه سگدونی کوچولویی باشه پولا رو اونجا نگه داریم. اصلا فارغ از این که توی خونمون جا نمیشه به هر حال این همه جمعیت اومده سگدونی این بانک داریم ما. نه بانک زدید توی ویجیلند؟ نه ویجیسیتی آقا ویجیسیتی اینجا دیگه شهره. الان بانک ویجیسیتی داریم. بیا الان یه وام وردار. بیا پیش این آقا ویلجره. بیا ببین حرف میزنه. برو باهاش صحبت کن. بخوره. گفتم نمیده. نه صحبت کن. بهش سلام کن. سلام استاد. بذار چیزی در. سلام علیکم. بله. وام آقا رو اوکی کن. من نمیخوام. اینجا داره چی میشه؟ این کیه؟ بیا فقط با سود 70 سواره آب دارن توی بانکشون. این کیه؟ این کیه؟ رفت چه آقای وفانیده میاد برمیاد. وات وایسا ببینم. من خیلی حال کردم. تغییرات خوبی دارین. دستتون خفه شو پدرام. اینجا چیه؟ رستوران ساده. اونو ولش کن. بریم بالا. اونجا برای استافه. هیس چیه؟ نوشته هیس. آقا یه صدایی داره میاد این تو. نه اونجا ولش کن. درو ببند. چرا در نداری اینجا؟ بابا هم درش تو بزن. دیسکو ساختین؟ نه این چیز آتش نشانیه. دیدی هم میله میان پایین اینا هم آتش نشانه. خب کجا میرن؟ چی آتش نشانه؟ خر از کی تا بالا آتش نشانه؟ خر برای چی به میله بس؟ چرا فکر میکنی خر توانایی نداره؟ چرا کم میگیری؟ خرا توهین میکنی؟ تو خودت یه خری. ببین چقدر توانایی. هر خر جزء یکی از شهروندانه. این خود خری. ببین این سیستمش اینجوری های بهتوی بخواد. جمع جور کنید. یه جا که آتیش میگیره این زرت زیرش خالی میشه. بعد میاد منم سریع زینو میندازم روش بعد سوارش میشم. داره کمک میخواد. زیاد بعید به نظر میاد. نه این داره دنس میره. محسن بیا وسط. ما از یه مدتی فهمیدیم که خرامون رقاصن. خوش میگذره بهشون دیگه. حالا سخت نگیریم. حالیه دیجی خرم دل داره دیگه. این کی اون وقت؟ این دیجیه. داریوش جهرومی. آره داریوش جهرومی. من رفتم بیرون. گفتی چیه اسمش؟ داریوش جهرومی معروف دیجی. بیا بالا. نه نمیخوام برم بالا دیگه واقعا. اون از خونه این از اینجا بهشته لامصب. شما داری چه غلطی میکنی توی تو الان کارت چیه توی ویجیسیتی؟ ویجیلند چه شد سیتی؟ نه ویجیلند نداری. بزرگ فکر کن. آفرین دقیقاً. خیلی پدرام خوشم میاد. الان تو داری چی کار میکنی محسن توی این شهر؟ ببین اینجا من همه کارم. خب
همه کارا منم راستشم ولی هیچ کاری نمیکنم. آره منم راستشم. آها آره ببین هر شهر بزرگی به یک شهردار مدبر و خوبی نیاز داره. تو چرا داری از اینا طرفداری میکنی؟ Good question. طرفداری نمیکنم، اتفاقات خوبی افتاده به نظر. کجاش خوبه؟ بانک داریم. اون زندگیمونو خراب کردی دیگه این زندگی سگی زدید. یه لحظه پدرام، یه لحظه ساکت باش عزیزم شما. این چیه؟ این ورودیه؟ این چیه؟ چشم هیچی، اینجا جایی بود که ما بستیمش دیگه. الان شما تو طول یک سال همه این کارا رو انجام دادید. سوز میومد. آره دیگه یه سال بیکار بودیم دیگه. شما پول بهتوی پول. حالا پول که پولی نیست حالا. آره پولی نیست که حالا، ولی در حد اینکه بتونی یه اینجوری پول نه مثال میگم اینا که تقلبیه. حل آقا حل آره نه یه سری کافه برای توه. به محسن یه شغل سگدونیه. کار میکنی؟ نه اینجا کلش پولت برات کار. پدرام تو چند دقیقه صحبت نکن. کلش برات توه. بیا به هر حال شماها که رفتین دیگه من مالکیت همه جا رو زدم به اسم خودم. چی گفته؟ از اینجا استفاده کنیم. حالا بهتون برمیگردونم. بیزنس اصلی تو چی؟ وایسا ببینم تو چی کار میکنی؟ بیزنس اصلی چیه؟ من بعد از اینکه برگشتیم متوجه شدم یه سری قدرت‌های توم رشد کرده که میتونم توت رشد کرده؟ آره چه قدرت‌هایی؟ توم توت رشد نکرده، توم رشد کرد. توت رشد کرده. من رشد کرد. رشد توت کرد. آها حل. آره خدای قشنگ‌تر شده دیگه. شغل پاره وقتیه، جوونم دیگه، با 20 سال سن بالاخره خرجو در میاریم دیگه. محسن که پول نمیده. محسن لطف کرد بهم گفت باید زندگی مستقل داشته باشی. منم یک کسب و کاری بر خودم راه انداختم. اینجا هم عوض شده. این چیه؟ تو چه غلطی میکنی سینا؟ اینجا نباید اصلا فرصت کنی. چرا؟ دیگه سکوت رعایت. همین بیا بشین. رعایت کنید. خب من پیشگویی میکنم. تو پیشگویی میکنی؟ پیشگوییش خیلی دقیقه. تو غلط کردی که پیشگویی میکنی. پیشگویی مرتی که مگه من مسخره تو هم اومدی اینجا به من نگاه میکنی میگی من پیشگویی میکنم. الان یه پیشگویی کن. الان میکنم. بگو بکنم. چیو بکنم؟ یه پیشگویی کن در مورد یکی از ما. چرا شیرین؟ الان شیرین رو مثلا بگو آینده چی میبینی؟ آره. آها خب وایسین. حتی دستش نمیخواد. چرا اینجوری شد؟ خب بذار تمرین کنم. سلام. چی شد؟ شیرین خانم، من برای اینکه بتونم به اون فردی که به من این اطلاعات رو میده برسم چی شد؟ لطفاً اسم یکی از نزدیکانتو به هم بگو. لطفاً خانم باشه. یعنی چی؟ مثلا یه دوست. خب یه اسم بده. یاسمین. الان چی میشه؟ جوون دخترم. مگه میخوای چی کارش کنی؟ آره جوون. یعنی چی؟ چند سالشه؟ به تو چه ربطی داره؟ تو پیشگویی موکلم. آقا دلیل داره. دلیل داره. آقا عجب کار خوبیه. منم هم پیشگویی شدم. داره چرت و پرت میگه. بگو ببینم. آره جوونه ولی به تو ربطی نداره. استثناء خب در همون حد کافیه. یعنی چی کافیه؟ یعنی خیلی خوب. روح و گلاب تو روح یاسمین. گلاب تو روح یاسمین. یعنی چی گلاب تو روح یاسمین؟ آقا کائنات رفت روشن شد. کائنات اومد. خانم منزلی شما قراره تا چند ماه آینده کارهای بزرگی بکنی. سازه های بزرگی قراره. ببین فقط برای اینکه ضایعت کنم الان میرم یه سیب زمینی
یه جا قایم میکنم و اگر درست نگی من میدونم با تو سینا. 5 minutes later. خب سیب زمینی اینجا بمونه، من برم پایین. کل کائنات بود. من یه جیش کنم بیام فشار اومد. بیا اومد بیرون. کجا رفت جیش کنم؟ برای چون اونجا داری جیش؟ برای یعنی چی؟ شده؟ نه اون چیزه اینا کارهای کائنات مگه نبود؟ نه میگم برای اینکه میخوای یه چیزی دوتا داشته باشی باید بشاشی روش. چی؟ نمیفهمی بابا سطحتون پایینه برید اون. اینا رو شما هم نمیفهمید. خب آقا سیب زمینی من کجا؟ بابا بود دیگه کائنات سیب زمینی تو آقای بهتوی توی بلستفر نیست، توی خونت. راست میگه؟ زایه شدی؟ راست گفتم. این دنبال من اومد پدرام. یه لحظه برو اون وقت. این دنبال من اومد. نه من اینجا ایستاده بودم. مطمئنی؟ در این مسافتی که طی کرد اومد بیرون. حد زده راحت آقا تو خونت میری میذاری تو بلستفر نیستی. حد زده. اوکی یه کاری تو برو یه کاری بکن. پدرام تو برو کاری. من یه گل دارم میرم یه جایی میکارمش بگو کجا باش. من با پدرام میرم. اونجا نه کائنات. 15 minutes later. خب خب آیه پیشگو من گلو کاشتم، اگه جاش حدس بزنی دیگه واقعا عجیب میشه. حدس بزن ببینم. هیچی نگید. در من آقای بهادری منم بهادری خب چه رنگ پوست داری؟ فکرم آقای بهادری شما فکر کردی ما اینجا چیز موش چال میکنیم؟ یعنی چی؟ درست صحبت کن. یعنی چی؟ بی احترامی نمیکنم. این صدای من نیست، صدای کائنات. خب باشه مؤدب باش. یعنی چی کائناته؟ به درک دیگه. آقای بهادری شما حتی گل رو نکاشتی. آره من دیگه کائنات بریم بیرون اینجا هوا میشه فال منم بگیرید؟ نه از با بازی هم مگه این هم کائناتت بشن. وایسا محسن سوال داره. من یه سوال دارم. نکن ما این همه 1 سال اینجا رو ساختیم. خب آینده این وی جی سیتی رو برای من پیش بینی کن. بابا ولم کن. آینده مهم نیست. نه تو رو خدا بیا اینو بخور. در لحظه زندگی کن. یعنی چه آینده در لحظه زندگی نمیخوام. اینو بده کائنات بخوره. سیب بقاله. کائنات از بیا الان بیا پیش بینی کن. کائنات استفادهش چیزای دیگه است. بیا اینو پیش بینی کن. آقا خب ما نمیپرسیدیم. الان یه چیز بد بگی. محض رضا از این بدتر دیگه. آقا من اینو لورش رو میپوشونم یه وقت رم نکنه. برای چی باید رم کنه؟ گنده نمیشه. برای چی؟ خب اونا رو بکن. این باز چی شد؟ گفت کائنات گفت. چی شد؟ کائنات گفت. چی شده؟ بگو. احساس درد میکنم. یعنی چی؟ چیکار کردی رفتی بیرون؟ وای زامبی میبینم. آتیش دوستی. وای نه این عکس نه. زامبی اینهاش. این خانومه کیه؟ آتیش سوزی میبینم. اتفاقات بد. هوا سرده. اتفاقات بد؟ هوا سرده؟ گندم جمع کنید. من برم گندم جمع کنم. اتفاقات بد؟ خب خانم چیکار کردی؟ شما قراره تا چند ماه آینده کارهای بزرگی دکمه رو بزن. وایسا این دکمه رو بزن. وایسا الان میخوای بکاریش؟ آره الان میکنم. خب نکشتی که.
خب نکشتی. خب فرض نکنم بابا من دارم تو نقش دارم ازت میپرسم. خب بس یار خب مثلا خواستم صداشم در نیاد تو. خب کائنات اونجا نرو، کائنات اونجا گفتم نری، بارها گفتم. نه برو بیا من بهت پول میدم. اینا من میتونم کائنات بشم برم توت. چی میخوای بهش بگی؟ محض رضا از این بدتر دیگه. آقا من اینو دورشو میپوشونم یه وقت رم نکنه. برای چی باید رم کنه؟ روشن نمیشه. این گوها رو برد. بازم